پراکنده لشکر نباید به کار، 200 مرد جنگی به حسرت هزار. سلام و درود به شما تماشابینان محترم. با شما صحتمندی تمنا داریم. چی گفتنیم که آیا ایران شکست میخورد؟ مثلا فکر شخصی من که ایران شکست نمیخورد. در روحیه اونا همچون یک حیثیتی امپریالیستی امپریایی بودن در مردمش هست. اونها من باوری دارم که تا آخر مبارزه میبرند. شاید که امریکا رو پراکنده سازند. و گفتی بعضی همین منقدان با گفتی بعضی همین عالمان پیشگویی میکنند با گفتی همینا که در گردش حاضر همه تیاره ها و کشتی های جنگنده امریکا، فرانسوزا، انگلستان مثلا جمع شدن، اسرائیل. ایران هم وقتای آخر از جهت راکت بسیار بقوت شده است. مثلا آخران همون یک نمود شهید بگویم بیز پیلوتنیک های تیار کرده است که نامش رو فراموش کردم. آخران که اونها در یک ساعت 510 کیلومتر پرواز میکنند. حساب کردم به فکری من که در یک دقیقه 8.5 کیلومتر. این بسیار سرعتی بلند است. به همین خاطر من باوری دارم که یراقش راکتش بسیار است. در یک شبانه روز 400 راکت استحصال میکرده است یا که 400 безпилотник. باز راکت های بسیار تیز پرواز بلند سرعتی برادر ناهیان استحصال کرده شده است دارد تا 2000 کیلومتر مسافه. باز همون безпилотник هایی که 510 کیلومتر در یک ساعت پرواز میکن اونا هم رادارگریز هستند. با گفتی همین سامانه ها حاضر موافق بعضی رسانه ها گفتگو رفته ایستاده است. لیکن ایران یگان همین مسئله هایی که اورانیوم، مسئله هایی که مثلا یراقت رو باید کم کنی، همین مسئله هایی که اوید به پیشروی ایران است، یگان توش رو به گردن نمیگیرد. از حقوق خود دفاع میکند. من هم باوری دارم که اگر ایران ایستادگری کند در مقابل همون دولت ها هیچ کار کرده هم نمیتوانند اگر همه مردم ایران یک جا باشند. لیکن اگر که پراکنده باشند هیچی نمیشوند. چخیره که یک اویله است. اگر یک اویله پراکنده باشد هیچ پیشروی نمی کند. اگر سرجم باشند همه وقت پیشروی با وجود میاد، همه وقت زندگی خوب می شود. انم دولت هم همین خیل است. من باوری دارم که ایران بسیار دولتی بقوت است. فکرهای مردمش امپریالیستی است. مثلا امپریا بودند، اونها باید ایران رو با چشم کم نبینند. من فکر میکنم. لیکن او طرفش با خداوند خودش شاهد است. عاقبت زورگویی فکر میکنم که مملکت هایی که زورگویی میکنند عاقبتشان شکست هست. تمام دنیا مثلا یک نفر رو اگر گیریم هم بسیار اگر خودنمایی کردی دیگران رو مثلا پسند نکردی، آزار دادی، عاقبتش چی؟ شکست است. به هر فتنه و هر بلا گرفتار میشه. لیکن اگر که به هیچ کس کاردار نباشی، برای خودت باشی،
зиндагиятро пеш барӣ. ҳозир дӯстӣ ҳам ку намондааст. ба ҳамин хотир ман боварӣ дорам, ки акум ин мисолҳои гуфтагии ман ба хотири Эрон буд. ман боварӣ дорам, ки Эрон мавқеаш бузург аст, бояд шикаст нахӯрад. ин боварӣ ман аст. фикр ватон дар поёни барнома нависед, ки чӣ медонад. ба канал обуна шавед. то вохӯрии оянда худо нигаҳбонатон бошад.